با دستور و سپارش بواسطه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در رابطه با خروج هر گونه بیماری اسرائیلی در تمام قلمرو جمهوری تاجیکستان با نرخ و نوای محصولات نیاز اولیه دقت اولین درجه روانه گردیده است. بهر به یک نظام معین در آوردن نرخ مواد سوزشواری از قبیل بنزین، سالیارکا و گاز مایع همروزه از جانب گروه مخصوص مقامات ولایتی در همکاری با شعبه خدمات ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان سنجش‌های مشترک راه اندازی می‌گردند. الان در قلمرو شهر خوروغ بیش از 10 عدد نقطه‌های فروش مواد سوزشواری عمل می‌نمایند. فعالیت نقطه‌های فروش سوزشواری در قلمرو شهر خوروغ طبق طلبات قانون‌های عملکننده جمهوری تاجیکستان به راه گذاشته می‌شود. در برابر نظارت از بالای نرخ و نوای محصولات اولین درجه نیاز مردم از بالای مواد سوزشواری از طرف کارمندان شعبه خدمات ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز در همکاری با مقامات محلی حاکمیت دولتی و گروه کاری نظارت برده می شود. چنانه که از معلومات برمی‌آید به حالت امروزه نرخ محصولات سوزشواری پایان فروورده شده است. نرخ یک لیتر بنزین تمغه ای 92 690 تمغه ای 95 770 سوزشواری دیزلی باشد 790 و گاز مایع 420 سومانی را تشکیل می دهد. اما این تلاش به خاطر بهبودی بخشیدن زندگی مردم روانه کرده می شود. حالا نقطه‌های مذکور مواد سوزشواری اعلی‌صفت را برای مشتریان در مکان دلخواه با نرخ دسترس پیشنهاد نموده ایستادند. چون این اقدام از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان از یک جهت اگر به بهتر گردیدن صفت زندگی مردم روانه شده باشد، از سوی دیگر به پایان روی نرخ راهگیری در نقلیات مسافربر زمینه واقعی خواهد گذاشت.